در هر یک بخش ساحه کشاورزی به خود خاص کارها را باید ما اجرا کنیم. در ساحه پرنده پروری اگر استاده گذاریم، البته کارخانه های صنعتی چخیل که فابریکای پرنده پروری میگوییم، آنها با فصل سال اونقدر وابستگی ندارند. برای چی؟ برای اینکه آنها در پرنده را در مرخانه های پوشیده به تیریزه نگاه می‌دارند و با طبق معیارهای قبول گردیده در درون مرخانه شرایط میکرو اقلیم را تشکیل کرده می‌توانند. یعنی حرارت هوا، نرمی هوا، گردش هوا، روشنی، روشنناکی و دیگر عامل‌هایی که به سلامتی و محصولات پرنده تاثیر می‌کنند تشکیل می‌کنند. لیکن در این ساحه هم کارهایی هست که ما حتمی در آمادگی به فصل زمستان گذرانیم. یکمین ما باید حتمی خط برق دائمی را تشکیل کنیم، چون که به برق این ساحه پیش نمیرد. اون کارخانه‌ای که گرمی را با انگشت تشکیل میکنند باید ذخیره انگشت را کنند. در مرخانه باشد ما در تابستان گردش هوا را تا 1.5 متر سکند زیاد میکنیم برای که هوا گرم است. برای اینکه زمستان هوا سرد است آن را تا 0.4 0.5 0.6 فراوردن ما در کار. در ساحه پرنده پروری مخصوصیت آن در آن است که کسله‌های سرایتی بسیار است. زمستان که شد ارگانیسم پرنده نازک می شود و تشخیص، پیشگیری و تبابتی کسله‌های سرایتی را ما حتمی طبق نقشه گذرانیم. اگر ما کارها را اجرا نکنیم در فصل زمستان ما محصولات خوب گرفته نمیتونیم، پرنده تلفات می‌یابد. البته زمستان بیشتر با پرنده پروران یا هواداران ساحه‌ای که در دهات زندگی میکنند در خانه‌های انفرادی خودروی دهقانی بیشتر تاثیر میکند. ما مشاهده میکنیم که بعضی وقت با آن طلبات‌هایی که پرنده طلب میکنند رعایت نمیکنند. گفتن در کار است که حرارت بدن پرنده 40-41 گرادوس، بدانه باشد 45 گرادوس. بنابر همین پرنده بیشتر وقت خوراک را برای نگاه داشتن حرارت بدن خود صرف میکند. یعنی در زمستان ما باید غذانوکی راسیون یا غذای پرنده ها را با 15-20% باید زیاد کنیم. توصیه داده میشد که در زمستان در خواجگاه دهقانی انفرادی بیشتر جوگاری دادن در کار و گرمی میتید. به هر یک سری پرنده از 1 تا 3 گرم روغن دادن در کار. سفیده را در راسیون کمش 16-18% کردن در کار است. انرژی زیاد کردن در کار است. این چونین همه کارهایی که برای تعمیر مرخانه ها، برای نگاه داشتن گرمی در مرخانه باید ما حتمی کارها را اجرا کنیم. برای گرفتن محصولات خوب برای پرنده لازم است که 18-20 گرادوس حرارت در مرخانه باشد، روشنی باشد، کمش 12-14 ساعت باشد. خیلی که میدونیم زمستان سرد می آید، روشنی باشد کوتاه می شود تا 9-8 ساعت می فروید. برای همین ما در زمستان باید گرمی را اقلا 16-18% ما در مرخانه تشکیل کنیم، روشنی را از 9 تا 12-14 ساعت گذرانیم. با واسطه لامپ‌های برقی باید ما روشنی را زیاد کنیم. این چونین برای نگاه داشتن پرنده سلامتی آن، محصولات آن، اگر ما گرمی شتیم، روشنی شتیم، خوراکش سیر غذا کنیم، البته ما در زمستان محصولات خوب میگیریم. لیکن اکثر وقت ما در نهایی میبینیم که در زمستان مردم ما قریب محصولات نمیگیرند، برای اینکه این طلبات ها را رعایت نمیکنند. بنابراین توصیه داده میشود که در مرخانه در زمستان اقلا 15-18 گرادوس گرمی باید باشد. غذانوکی یعنی خوراک پرنده ها با 15-20% زیاد کرده شود. روشنی یعنی گفتیم 12-14 ساعت اقلا کمش باشد. در همون وقت ما محصولات بهتر میگیریم، با صفت خوب میگیریم. در خواجگاه دهقانی انفرادی مخصوصا پیشگیری کسله‌های سرایتی بسیار مهم است. ما اکثر وقت میبینیم که مردم به این اهمیت نمیتین. در زمستان میبینید پرنده آنها از کسل‌ها، از رعایت نکردن طلبات و زایگینی تلف مییابند و آنها بیشتر وقت برای پرورش پرنده و ذوقشان گم میشود، برای اینکه طلبات و زایگینی را رعایت نمیکنند. بنابراین ما
тавсия медодем ки ба хоҷагидорон, деҳқонон инфиродӣ, хоҷагии деҳқонӣ он талаботҳое ки аз рӯи меъёр хӯрондан, нигоҳ доштан, пешгирӣ касалиҳои гирифтан, тозагии мурхона нигоҳ доштан, ҳатмӣ онҳо бояд риоя кунанд. албатта имрӯз зиёд кардани маҳсулоти парранда дар хоҷагиҳои инфиродии шахсӣ як муҳимияти бузург дорад, барои ин ки мо ҳозир рушди парранда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита президенти мамлакат рушд ёфта истодааст. Як дастгирии давлатӣ дода шуд ки онро такони ҷиддӣ дод. Лекин фақат бо рушд додани паррандапарварӣ дар корхонаҳои махсус гардонидашуда мо ин нишондодҳои физиологӣ ки имрӯз ба мо дар ҷумҳур қабул гардааст таъмин карда наметавонем. Барои рушд додани паррандапарварӣ дар хоҷагии инфиродӣ шахсӣ, яъне хоҷаи ёрии расон, деҳқонӣ ҳатмӣ мебошад. Агар мо ин тавсияҳоро риоя кунем, ман боварӣ дорам ки он талаботҳое ки ба мо ба соҳаи паррандапарварӣ пешниҳод гардааст, мо аз ӯҳдаш мебароем.